ما باید سبق 5-6 سال گذشته را باید فراموش نکنیم و به یگان گونه احساسات را ندهیم. تمام کوشش ها را به خرج دهیم که همدیگر فهمی، دوستی و برادری تمام خلقیت ها و ملیت هایی که در وطن عزیز ما محبوب ما زندگی میکنند آن باید تامین باشد و این دوستی، این برادری میتواند کشور ما را باز هم زیباتر و تیزتر از این کریزیس های سیاسی و اقتصادی رها دهد. تاجیکستان آینده خیلی روشن، نیک و پرنور دارد. من باوری کامل دارم که در وقت تماشای این فیلم شما از گفت سخنرانی و فکرانی بسیار هموطنان برونزمرزی ما درست در میکنید که چگونه وطن عزیز است و مخصوصا تاجیکستان برای همه تاجیکان دنیا وطن همه تاجیکستانیان دنیا است. چگونه آنها در آرزوی آن هستند که یک مراتبه خدا نصیب کند که آنها از وطن اجدادی و بابایی خود دیدن کنند. ای کاغذ از جانب ما جمله دوستان را سلام. هر کی ما را دوست دارد دوستداران را سلام. ما با کلانا و بنده جمع خوردان را سلام. از دوریا دلم گشت و کواب، ای دیده انتظار میریزد آب. سالهای دراز در آرزوی دیدار شمایم، پیغامتون با کاغذ ای دیدارا بخواب. ما آرزوی همین وطن ما بودیم، حالا وطن ما حور شد و آزاد شد. ما به می آرزو هستیم کل ما که وطن ما را بخوایم، ما کل ما برویم. هر کس میخواهد که خاکش در وطن باشد، در کجایی که شما زندگی نکنید. این شهر آلمان مینیک شهر بسیار نقص، خواه در پاریس باشید خواه در واشنگتن بی وطن هستید. بی وطنی و قدر نیمت بعد از زوال میبین. کسی که وطن را از دست داد و خود با کدام سببا که از وطن بیرون رفت، اون وطن قیمتش را بهتر میداند. یگانه چیزی که در زندگیم افتخار میکنم و به تمام بچه هایم هم گفتیم ایسته که شما تاجیک هستین. شما تاجیک هستین و به تاجیک بودنتان افتخار کنید. بله. راستی مثلا شفاخانه میریم، هر جای میریم میگن شما از کجا هستین؟ میگیم ما اصلا از بخارا هستیم. از بخارا هستیم و قوم تاجیک هستیم. من خواب دیدن را فراموش کرده بودم که یا 20 سال پیش هر شب من در تاجیکستانم. به تمام خلق عزیز تاجیکم که من همیشه گفتم وطن یکمم تاجیکستان است. 44 سال من در تاجیکستان این نان را خوردم، نان تاجیک را، نان عزیز. میخواهم که خوشبخت باشید. ما وقتی که به تاجیکستان پای خود گذاشتم، مثلی که مادری که پسر خود را گم کرده باشه سالها، ما پای خود اولین قدم خود در سرزمین تاجیکستان گذاشتم، مثلی که ما در آغوش مادر بودم و مادرم مرا در آغوش گرفت. ما به هر ملت گشتیم، با هر ملت دیدیم، مگر عشق و محبت، عزت و آبرو، جوانی و شجاعت را در هیچ خلق ندیدیم مثل تاجیکستان بودی. من میخواهم که باز هم یک بار دوشنبه روم، با دوشنبه ها هم صحبت شوم. هر باری که من اشعار کدام که سرودی نمیخوانم، البته من در پیش نظرم همون آدم های تاجیکستان، کنسرت های تاجیکستان، فیلارمونی، تئاتر به یادم میاد. زبان فارسی من ایرانی نیست، زبان فارسی من تاجیکی است. سری کوی بلند تا کی نشینم، کلاله سر برآورد من بچینم. کلاله سر برآورد بی بها شد، چلین نقرگی از دست خطا شد.
چلیم نقرگی بندش برنجی، همه کس در وطن مادر غریبی. اول لاغان، اشترهان، اینا همه تاجیک هستن. تمدن از تاجیک است. تمدن از تاجیک است. تمدن از تاجیک است. هر که شد از همزبان خود جدا، بینوا شد گرچه دارد سرتوان. وقتی که ما از تاجیکان و دولت تاجیکان سخن میگوییم، قبل از همه قلمرو دولت شکوهمند سامانیان پیش نظر جلوگر میگردد. دولت سامانیان در جنوب تا سیستان ایران و غزنی افغانستان، در شمال تا خوارزم و هفترود، در غرب تا بحر کسپی، در شرق تا فرغانه و کوههای پامیر طول کشیده تمام کشورهای ماوراءالنهر و خراسان را در بر می‌گرفت. باستانشناسان با اطمینان کامل حدود ترکستان شرقی، سینزیان چین، قسم بلوچستان را تا خود دریای هند مرزهای تاجیک نشین نام میبرند. راجع به تعداد هم‌ملتان برون از تاجیکستان امروزه بوده اندیشه های زیادی هست. گروهی برانند که در دنیا 28 میلیون تاجیک زندگی می کند. عده‌ای دعوا دارند که تاجیکان برون مرزی نزدیک 44 میلیون هستند. به اندیشه برخی تاجیکان بیرون از قلمرو تاجیکستان از شماره تاجیکان در داخل جمهوری بوده 5-6 مراتب زیادند. این آموزش های تازه جستجوهای پیاپی را در علم باستانشناسی تقاضا می کند، زیرا تا حال بسیار پهلوهای روزگار تاجیکان هموطنان برون مرزی ما از جانب عالمان همه جانبه و به طور مشخص آموخته نشدند. برگزار شدن انجمن‌های تاجیکان جهان، گسترش رابطه‌های حکومت تاجیکستان با آن کشورهایی که تاجیکان آن را وطن دوم خواندند، فعالیت جمعیت پیوند دلیل اقدامات نجیب است. امروز پیوند طبق قانون جمهوری تاجیکستان، اساسنامه پیوند و انجمن و قانون‌های بین المللی فعالیت دارد. ما در تقریبا 17 کشور نمایندگی داریم. با این نمایندگی ما همکاری بسیار عمیق و دائمی داریم و من میخوام تاکید کنم که نتیجه کارهای ما خیلی نمایان شد، چون که معین شد که در چه کشورهای جهان فارسی زبانان، تاجیک زبانان و علاقمندان به تاجیکان و به مرکزهای فارسی زبان علاقمندان کجا هستند و چه کشش دلی نسبت به ما دارند. این خیلی مهم است، چون که آینده ما با بیداری هموطنان، با بیداری تاجیکان، با شناخت تاجیکان و این جهت برنامه اساسی پیوند و انجمن تاجیکان شناخت تاجیکان است و باید بگویم که بار اول در تاریخ ما توانستیم مجله پیوند را انتشار دهیم. شماره اول اون به نزدیکی انتشار داده شد و در شماره اول این مجله همه مواد کنگره آخری فرم آخرین تاجیکان و فارسی زبانان و هموطنان برون مرزی چاپ شده است و سخنرانی های رئیس انجمن، مهمانان، پروتکل این چیز، قراردادها امضا شده است و یک مقاله فرهنگی هم چاپ شد. شماره دوم این پیوند را، مجله را ما میخواهیم با امضای سازشنامه که به نزدیکی از طرف محترم ایمان شریفویچ رحمانوف و جناب نوری امضا شد و همه موادی که ارتباط دارد به این معرکه بزرگ میخواهیم چاپ بکنیم. همچنین مواد بخشیده به حرکت به معنای نهضت، حرکت وحدت و احیای تاجیکستان. همه
تاجیکان فارسی زبانان و اونایی که علاقه دارند می توانند با ما بیشتر همکاری بکنند و برای پیوند مقالات خودشون بفرستند و ما انتظار هستیم که اون چند گروه های گریزه ها که در خارج هستند و در آوردن اونها سهم انجمن تاجیکان و پیوند خیلی بزرگ است فعالتر شود و اونها اگر توانند به کشور خودشان بیایند، اگر نتوانند روح تاجیکان، روح بزرگان تاجیک، روح زبان فارسی را حفظ کنند. من چند مصرع مراجعت میکنم، با اونها میخوانم که بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا. استقلالیت نعمت بزرگ است. آن پیش از همه صاحب عزت انسانی و در قطار خلقهای جهان حق برابر داشتن یک ملت را نشان می دهد. وقتی از ملت، وطن و استقلالیت سخن می کنیم، ما را احساسات نجیبی فرا می گیرد و این احساسات را تنها شاعران می توانند با شیواترین الفاظ تقدیم نمایند. تاجیکستان معموره امروزه نیست، فقط معموره تاجیکستان امروزه نیست، بلکه تاجیکستان فرهنگی، تاجیکستان معنوی، تاجیکستان تاریخی فراختر از آن تاجیکستانی است که ما امروز داریم. در هر کجا زبان فارسی تاجیکی صدا می دهد، در هر کجا یک بیت شعر فارسی تاجیکی شنیده می شود، در هر کجا یک دیوان فارسی تاجیکی خوانده می شود، اونجا یک پاره تاجیکستان هست، یک پاره تاجیکستان معنوی و فرهنگی ما. و در جهان چنان که تخم آدمیزاد پریشان است، تخم تاجیک هم پریشان است و در هر کجا که تاجیکی هست و به تاجیکی تکلم میکند و از تاجیکستان یاد میکند و خود را یک پاره تاجیکستان حساب میکند، اونجا یک پاره تاجیکستان فرهنگی و معنوی ما هست. مولوی میگوید که هر کسی که از همزبان شد جدا، بینوا شد گرچه دارد 100 نوا. اما من گمان میکنم که امروز از همزبانی بیشتر همدلی تاجیکستان ضرور است، زیرا شاید تاجیکانی در اقصای جهان باشند که زبان تاجیکی را فراموش کردند، اما روحاً و قلباً با تاجیکستان هم قسمت، هم نصیب و شریک شادی و غمهای اون هستند. من آرزو دارم که امروز تاجیکستان واقعی ما یک آهنربا باشد و تمام تاجیکان جهان مثل پاره‌های آهن به سوی این آهنربا میل کنند، رغبت کنند، جذب شوند تا که تاجیکستان اون مفهوم بزرگ تاریخی خود را کسب کند. و امروز واقعا یک شرایط مساعدی هست که تاجیکان جهان میتوانند به هم دست دهند، به کنار هم بیایند و اگر فرض کردیم تمام تاجیکان به تاجیکستان آمده نتوانند، میتوانند روحاً و قلباً با تاجیکستان هم دست و هم قسمت باشند و از دور هم با تاجیکستان ارتباط خونی و پیوند اجدادی داشته باشند و رفت آمدها، آمد شدها، همکاری ها و همبستگی ها میتواند برای تاجیکستان ما کمک های زیادی کند و به مفهوم امروزش تاجیکستان مثل یک قبلگاه همه تاجیکان جهان باید واقعا در مد نظر همه تاجیکان جهان باشد. باز تکرار میکنم، من نمیگم که خانه درشان را محکم کنند در کشورهای دیگر بیان اینجا، اما دلشان و تمام روحشان باید با تاجیکستان باشد و اینجا هم سرمایه گذاری کنند، هم از نظر فرهنگی هم از نظر معنوی با تاجیکستان طبعا باشند. هر کوه وطن سری بلندی توی ماست، هر سنگ وطن بسان هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن ما را مادر یکتاست، تاجیکستان یکتاست. هرگاه که شیر لایق صدا می دهد، گویا خود را در فضای پرمهر احساس می کنی. چون شیر تاجیک نیرویی است که در همه حالت تو را شیردل می کند، دستگیرت می شود، پر و بال می بخشد.
تاریخ گواه است که از قدیم رشته های ناگسستنی دوستی و همکاری مردمان دو دیار تاجیکستان و ازبکستان را با هم پیوسته تشکل خلقیت تاجیکان و ازبکان در اساس عمومی مثل دیگر خلقهای آسیای میانه قرار گرفته است. چنان که ازبکان از ثروت مدنی خلق تاجیک بهره‌مند می‌گردند، همین طریقه تاجیکان نیز از کامیابی‌های مدنیت خلق ازبک فیضیاب می‌شوند. لحظه به تاریخ رو می‌آوریم. هرگاه که از شکوهمندی دولت سامانیان سخن می‌گوییم، منظره‌های پرجلای پایتخت اولین دولت ملی تاجیکان بخارای شریف نظر ربایی می‌کند. در هوای عشق بخارا زیر لب شاه بیت گوشنواز شیخ الرئیس ابو عبدالله رودکی بوی جوی مولیان آید همی، یا دیاری مهربان آید همی، سوی شهر مهر و وفا جولان بخش خرد و ذکاوت اسماعیل سامانی، سوی آل سامان پایتخت اولین دولت تاجیکان بخارا میشتابیم. مناره ها و گنبدهای زمردین و نقرفام، کوشک و معبدهای کهن، درخش پیشتاق قلعه ها چشم ها را نور پالا می کند. کس آهسته آهسته غرقه آن نور و صفا می گردد. به مقبره سامانیان می نگری و روح پاک نیاگان را گویا احساس می کنی. بله، روح شکست ناپذیر تاجیکان هماغوش بخاراست. در بخارا از هر یک پیر روزگار گر پرسان شوی با شوق و تفاخر با قلب‌های سرشار به فرهنگ این دو ملت کهن از تاریخ بخارا یاد می‌کند. اینجا هر یک بینا، هر پاره سنگ، هر زینه و بالار تاریخی دارد. مقبره سامانی نهم دوم عصر سهرشبه ساخته شده. همین خیل صنعت ساختن کی اول پدرشون وفات کردن، بعد این بنا سامانی ساخته. همین حال از شهر کوهندی سال دورتر بکشوندن که نقشبندی ارکیتکتوری صنعت معماری بتون همش مجسم کرده شد. با این بنا این ارکیتکتوری همین نقشبندی نقشه که از غشت ساختن یگان رنگ ندارد، از خودی غشت همین خیلی زور گلها ساختگی و همین خیلی ارکیتکتور